درود به شما دوستان، امیدوارم که حال احوالتون روال بوده باشه. بریم سراغ این ویدیو که خیلی کامنت گذاشته بودید و گفتید که از دوباره بعد از 1.5 سال بیام و اکانت یوتیوبرای فارسی رو بررسی کنم. پس بزنید بریم سراغ این ویدیو. یه موردی همین اول داستان بگم که آقا ببین یوتیوبر فارسی الان زیاده، خوشبختانه زیاده، مخصوصا توی حوزه کلش، حالا چه رویال چه آف کلنز، کلا بچه ها زیادن. این اولین مورد که خیلی هم خوشحالم بابت این قضیه. و دومین مورد این که آقا من راستیتش فقط همین 7-8 نفری که داخل این ویدیو دارم معرفی میکنم رو دنبال میکردم، یعنی در حال حاضر شاید فقط روزی نیم ساعت ویدیو نگاه میکنم توی یوتیوب و یه چرخوگذاری دارم، همین تماشای ویدیو توی یوتیوب آجی صرف نمیکنم. خیلی از یوتیوبرهای جدیدی که اومدن رو من نمیشناسم. اوکی، حالا اگه شما میشناسید حتما معرفی کنید، چون دنبال نمیکنم محتوا رو. یوتیوبر جدیدم نمیشناسم، حالا شما اسمشون رو بگید برم چک کنم و شاید حالا یه برنامه چیدیم. حالا اولین مورد میخوایم بریم سراغ نمیدونم اینجا اسم چند نفر رو نوشتم و تگاشون هم دارم، به ترتیب اصلا مینویسیم. اولین اسم آرش بوده، آرش از چنل کلش آف ایران. خب اکانتش رو اینجا دارید میبینید، اسمش آرش، لول 231 و توی کلن خورشید، بهترین کاپی که زده 5011 و فعلا تو کاپ کریستاله. اکانتش تانه 13 و الاز نیرو مکسه. اوکی فول مکس تانه 13 و دارید ست کشتیکج رو مشاهده میکنید. ست بازی که نه فکرم 2-3 سیزن پیش اومده بود، در مورد کشتیکج بود و حتی منظره کشتیکج رو هم داره که پشماجی اینجاش خیلی قشنگه. اوکی، مپ که فول مکسه و داره تزیینی ها رو کلکسیونی میکنه و اولین اکانت رو با هم دیدیم از کانال کلش آف ایران یا همون آرش خودمون. برای اکانت دوم میریم سراغ علی مدمن از کانال کلش گیم سنتر و آخرین ویدیوش که همین الان که دارم نگاه میکنم واسه 1 سال پیشه و یه سری همکاریایی هم باش داشتیم حالا توی چنل قبلی. و آره دیگه متاسفانه خیلی وقتی که ویدیو نذاشته و نمیدونم چرا، دلیلش رو راستیتش ازش نپرسیدم، احتمالا دلیل شخصی داشته باشه. امیدوارم دلیلش کاری باشه و الان هم سالم و سلامت باشه. اکانتش لول 250 5688 هم کاپ بهترین کاپی که زده و جالب اینجاست که تان 16 و خیلی وقتی که به اکانتش دست نزده. مینیون